کاروبار جدید دنیا غزل در پاکستان. دنیا غزل در پاکستان چی می کند؟ و رقص آوازخوانی دنیا غزل در محفل‌های پاکستانی ها و نشر تصاویر غیر قابل باور دنیا غزل در اینستاگرام. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. دنیا غزل هنرمند جوان، تازه‌کار و موفق کشورمان که در ابتدای کارهای هنری خود رقص در محافل خوشی هموطنان افغان میکرد، ولی بعد از آن که دید بازار هنر موسیقی در افغانستان خیلی داغ است، دنیا غزل هم چندین آهنگ ثبت کرد و برای علاقمندانش نشر کرد، ولی شهرت هنری خود را بعد از اجرای کنسرت در تلویزیون خورشید در سال 2015 به دست آورد. دنیا غزل بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان و کشور پاکستان مهاجر شد، مانند هزاران افغانی دیگر، و در پاکستان هم به کارهای هنری خود ادامه میداد. جدیداً دنیا غزل برای برند لباس آیده در پاکستان مدلینگ می کند و تصاویر خود را در صفحات مجازی از جمله اینستاگرام و تیک تاک نشر کرده است با چهره جدید. دنیا غزل مانند دیگر چهره های سلبریتی افغانستان چندین عمل زیبایی صورت انجام داده است و تصاویر تازه دنیا غزل در صفحات مجازی همه علاقمندان و دوستدارانش را شوکه کرده است. دنیا غزل مانند قبل در محفل عروسی در پاکستان اشتراک می کند، بر علاوه آوازخوانی در این محفل رقص هم می کند و یگانه درآمد خود را فقط از همین طریق می داند. ولی به هر صورت ما برای تمامی جوانان کشور خود آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.